مهدی هستم. خوش اومدید به اولین ویدیو چنل خودتون MTM ولاگ. موضوع این ولاگ هستش که میخوایم میستری باکس ایرانی باز کنیم. بی مقدمه بریم سراغ باز کردن میستری باکس. این میستری باکس با بقیه میستری باکس ها فرق داره. مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خوش میدی بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. اینو میستری باکس ها نیستش مثلا از آمازون سفارش میدن و جعبه های رو میارن واسهشون، لا اشیای وسیله چیزی توش هستش و اون باکسش میکنن. این میستری باکس ایرانی میستری باکسی که این جعبه رو من در اختیار رفیقم دادم دیروز و بردش و 10 تا اشیا داخلش گذاشته. حالا نمیدونم چی هستش توش، باید با هم دیگه آنباکسش کنیم تا ببینیم چی گیرمون میاد. و جفت طرفش هم که میبینید، این طرف هم کاغذ زده، اینجا هم کاغذ زده. الانم ساعت 9:40 صبح که دارم این ویدیو رو میگیرم واسهتون. حالا بریم چی گیرمون میاد، یه چه چیزایی توش گذاشته و حدس بزنیم. اگه درست حدس بزنیم که توش چی هستش ما هیچ موضوعاتی نمیشیم، ولی اگه اشتباه حدس بزنیم تا 5 تا اشتباه، 5 تا زیاده، تا 3 تا یا 4 تا، حالا 3 تا ببینیم. اگه سخت باشه 4 تاش میکنیم، ولی اگه آسون بود و 3 تا اشتباه داشتیم موضوعات میشیم و باید با بادکنک خودمون رو خیس کنیم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. از همین الان، از همین ابتدای ویدیو، اولین ولاگمون که هستش، ازتون معذرت خواهی میکنم بابت بی‌کیفیت بودن تصویر یا بی‌کیفیت بودن صدا یا این پشت صحنه‌ای که اگه بی‌کیفیت هستش. واقعا ازتون معذرت خواهی میکنم. بودجه کافی ندارم برای انجام دادن این کارا که بخوام صدا و کیفیت یا پشت صحنه رو بیشتر از این تزیین کنم. خیلی عذر میخوام ازتون و بزرگی خودتون ببخشید. حالا اینا هم که میبینید خودمون طراحی کردیم. بریم این مقدمه باز کنیم این میستری باکس. چی میگه اینجا؟ خب باز کنیم دیگه. اگه 3 تا اشتباه داشتیم مجازات میشیم و امیدوارم که 3 تا اشتباه نداشته باشیم. خواستم من چشمامو ببندم ولی خب ویدیو خوب نمیشه بخوام چشمامو تا آخر ویدیو ببندم. همینطوری دستمون رو میبریم توش، نگاه هم نمی کنم، کاغذ رو میکنم. میبرش هم نها کنید بچه ها، چیز دیده نمیشه. میبرم این رو باز هستش. این از کاغذ ها و این هم وسیله که توش هستش. ببینید این چیز وسیله داشت، خدا کنه چیزای درست حسابی گذاشته باشه. در داره، اسپریه، آن چیزه. این اگه اسمش بیاد تو ذهنم، بوشم مثل اونه. اسپری چسبیک دوسه. آره این اسپری چسبیک دوسه. داره از کجا بیرا بود بچه، نمیدونم چی توش هستش. من ساعت 7 اومدم این پشت صحنه و اینا رو درست کردم. ساعت 9:40 است، تقریبا 10 دقیقه میشه این جعبه رو آورده و گفتم به محض آوردن ویدیو رو بگیر. تیزه دیگه، چیزه. این واسه دارته، با هم دیگه بازی میکردیم. آره که برداشت از اتاقش آورده. بریم سراغ گزینه بعدی. تا به اینجا کار 2 تا شده گفتیم. چرا بزرگی؟ چیه؟ دهنت سه چیزایی آورده که نتونیم حدس بزنیم. تا سوراخ داره. چوب لباسیه چیه این؟ درجه داره. ساعته؟
چی هستش ببینیم چی هستش. نمیدونم والا این چی هستش. حالا بعد ویدیو سرچ میزنیم میبینیم این چی هستش. این یه دونه از اشتباهمون. حالا بریم میبینیم 2 تا هم درست گفتیم. این اسپری چسب هستش. این هم که واسه دارت بود آورده. 2 تا درست و یه دونه اشتباه. بریم سراغ وسیله بعدی. دستم به وسیله میخوره نمیخوام بردارم. مثلا میخوام ببینم چی توش هستش محتویاتش. یکی آسون تره رو برمیداریم. حالا بالاخره که باید تا تباس کنیم. این جای یو اس پی داره. اینم پره است. این از این پنکه ها چی میگم بهش؟ از این پنکه های ریز هستش که به گوش وصل میشه. اینو خودم واسش خریده بودم کادو. اینم از این 3 تا درست. گرده شبیه توپ تنیس میمونه ولی خیلی سنگینه. چیه؟ من توپ تنیس گفتم ولی این خیلی سنگین تره نسبت به توپ تنیس. این سنگه چیه این؟ وزنش هم سنگینه فکر نکنم. توپ تنیس صدا نمیده. 2 hours later. این نایلون ها کنین. نایلون رو گرفتم. این وزنش اصلا معلومه سنگینش. نمیدونم چی هستش این. 2 تا اشتباه. بریم سراغ وسیله بعدی. چیه؟ ویپه؟ رفیق من معتادینا نیستش بخوایم بگیم ویپ قلیونی باشه. نه ویپ هم نیست. شاید باباش ویپ داشته باشه. ویپه. آره ویپه. فسفوریه. ایماج فسفوری نبادی هم داریم آخه. خیلی ریزه. این از 3 تا اشتباهمون. این که نمیدونم چی اسمش. حالا بعدش سرچ میکنم واسه میذارم. میگم که توپ شبیه توپ تنیسه ولی خیلی سنگین بود. نمیدونم اصلا چی ولی فکر کنم سنگ باید باشه. این هم که مایش فسفوریه ولی این عباد من ندیده بودم تا حالا. این همه درس خونم ندیده بودم. 3 تا درست 3 تا غلط. تا الان که ما جریممون شده و باید ببینیم که این 3 6 تا 4 تا دیگه مونده. نکنه اون باشه. برآمدگی هم داره این اندازه. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. این چه شرایطی آخه؟ از سفته چی نکنم. چیه این؟ من نفهمیدم چیه ولی من فکرم رفت شاید اون باشه ولی نمیدونم. ولی واسه ببینیم واسه هاونه دیگه میکوبم باش. نمیدونم گردو اینا خورد میکنن. سیر چیه؟ این هم شد اشتباه. 4 تا اشتباه گفتیم 3 تا درست. این سیر چند تا دیگه مونده؟ کوچیکه. چیز این گیره است. گیره سر آبجیم از اینا داره. این گیره سر. 4 تا درست 4 تا غلط. تا الان که جریمه رو باید انجام بدیم ببینیم چی میفته واسمون. این چیه؟ این هم فیگوره. فکر کنم اکشن فیگور باید باشه. اینا رو اکشن فیگور میگن چی میگن واسه این کیمیا در میاد. اینا رو تو کوچه دیدم بچه ها دارن. ببینیم همونه. آره اینم سلطان مسی عشق من. سلطان مسی افتاد. دمش گرم. نمیش نمیدم دیگه. 1 2 3 4 5 تا و 4 تا غلط و 5 تا درست. چیزی نمونده دیگه. نه کلا 9 تا آورده بود میستری باش ساسمون
و اینو که خودم واسش خریدم میدونستم. این پنکه است، اینم که واسه چسبه، اینم که کیملیه که سلطان مسی افتاد واسمون. بعد اینم که جیره است واسه گل سر میگن چی میگم بهش. اینم واسه دارته. اینم نمیدونم چه اشتباه گفتم، اینا 5 تا رو درست گفتم. اینو نمیدونم واقعا چیه، باید سرچ کنم بفهمم چیه. اینم که ماهیش فسفر بود ولی خیلی شبیه ویپه، واقعا خیلی شبیه ویپه. اینم که من فکر کردم اینه، ولی فکر کنم واسه این هاون و ایناست که اینم گردو و سیر و اینا خورد میکنن. اینم واقعا سنگه واسم جالب بود، گرد و گولی اصلا تا نیده بودم اینطوری، اصلا صداش هم نمیشه متوجه شید. اینم نایلون، یه بار دیگه امتحان کنیم سنگینیش رو میبینید. خب عزیزای دل، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. 5 تا درست 4 تا غلط. ما قرار بود از 10 تا، اگه 3 تا غلط داشته باشیم. اینم 9 تا بود و از 9 تا 3 تاش اشتباه بود. متاسفانه باید یه بادکنک تهیه کنیم و خودمون رو خیس کنیم و آخر ویدیو همین جریمه رو میذارم، ببینید ویدیوشو. و بازم ازتون عذر میخوام اگه این پشت صحنه صدا، کیفیت ویدیو و اینا کم هستش. خیلی خیلی عذر میخوام ازتون و بزرگی خودتون ببخشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، خیلی بهم کمک میکنه، خیلی بهم حمایت میده و خیلی بهم حمایت میده. خیلی ازم حمایت کنید لطفاً که دیده بشیم و ولاگ های مختلف بگیریم. حالا ولاگ های گوناگونی نوشتم تو کاغذ و موضوعاتی که آماده هستش و باید اون ویدیوها رو بگیریم واسهتون. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.